ارزش اون رو تعیین کردن امکان ندارد. شما کاملا درست میگید. هر دو موقع هم درست است. هر دو موقع هم درست است. چون که هدف تمامی انواع هنر، چی هیکل تراشی باشد، چی صنعت رسامی باشد، چی موسیقی باشد، تئاتر، موسیقی. اینا در اومد دیگه موسیقی گفتید، موسیقی را باید بگیم که حتی در همون یونان قدیم در اصل 5 نوع موسیقی رو ارسطو تعیین کرده بود. موسیقی که آدم را به فعالیت وادار کند، موسیقی که در وجود انسان یعنی اندیشه‌های اخلاقی حاصل کرده تواند و موسیقی که انسان را به وجد بیارد. و از میون این 3 نوعی یا که آهنگ یا موتیوهای موسیقی همون اخلاقیش رو ارسطو مقدم‌تر میدوند، چون که برای تربیت جامعه ضرورتر است. ببینید که 3 نوع موسیقی رو الکی در همون دوره تشخیص کردن. این در اومد دیگه بود. و ادامه سوالتون گفتیم سینما، گفتیم تئاتر، گفتیم کندکاری، گفتیم صنعت رسامی، هر چیزی که زیبایی القا میکند هنر است، فرهنگ است. اینها همشون جایگاه خاصه خودشون رو دارن. اما این که سخن با سخن افاده کردن، توانستن این یا اون ایده ها، این یا اون غایه ها، این یا اون معنی های بلند خاصی نظم و نسل و دراماتورگی که هست، این مقدمتر است، این والاتر است. مثلا همون سیمونید یونانی هنوز در همون عصر، در اصل 5 پیش از میلاد گفته بود که همین منظرنگاری صنعت رسامی این شعر است، اینم شعر است، لیکن شعری گنگ، شعری خاموش. اونم مشاهده میکنی، مراقبه میکنی و تصور میکنی و 1001 معنی به خود میگیری. اما شعر منظره گویا هست، منظره که هر دو منظره هست، یکی خاموش یکی گویا. بله، یکی خاموش یکی گویا. همین پدیده ها باید در اومدگی بگویم که در ادبیات، چی در ادبیات کلاسیکی ما، چی در ادبیات معاصر ما، خاصتا در شعر امروزی ما خیلی خیلی رشد کرده است. یعنی همین که در سخن درباره ارتباط میرفت، یعنی در ادبیات امروزی ما مخصوصا از همین اگر بگیریم از استاد مومن قناعت، اسکر حکیم، فرض کردیم استاد میرزا ترسونده، این طرف اگر بیاییم باقی رحمیزاده و مثلا امین جان شکوهی و مثلا میر سعید میرشکر، بله اینها رو اگر نام بگیریم خیلی وقت زیاد میرود. بعد نسل بعدی شاعران مثلا رستمی وهاب، فرزانه، رحمتزاد، آذر، سیاوش، این نسل بعدی که اینها همین نتیجه آموزش باشد، این انیق گفتن نمیتونم، نتیجه یک نوع استقبال شاید باشد، نتیجه تحقیق کردن ها باشد که همون هر گونه روش های ایجادی که در عالم غرب است به همین چیز راه می‌یابد و شعر اینها هم در ردیفی یا که در سطح بلند شعر جهانی الکی قرار میگیرند. بله. در جریان صحبتی که با هم داشتیم نکته خیلی مهمی را شما تذکر دادید در رابطه با آن که ادبیات مقدمتر از دیگر خب گویم نوعهای هنرها است، چی هیکل تراشی ها، این که موسیقی یا دیگر زیبا پرستی، اینها همه. و چون شما مقدم گفتید در ذهن بنده هم یک نکته پیدا شد که یعنی ادبیات میتواند سرچشمه همه این زیبایی ها باشد. بله. مثل آن که حتی مثلا سینما که سالهای بعد رشد کرد، یا که در زمانهای قدیم هم در خود یونان یا اینکه در اروپا تئاترها پیدا شدند که این همه به طریق سخن بیان میشد. یعنی آن زیبایی ها، اون همه ارزش های اخلاقی و انسانی و انسان محوری به وسیله سخن. و میخواستم در رابطه با آن اثرهای جهانی که به وسیله آن اثرها توانستند که بهترین کارگردان‌های هالیوود و بالیوود و دیگر خب کارگردان‌های جهانی فیلم‌های بیافرند که نه تنها یک قسمت غرب یا شرق بلکه کلی انسان‌های این کره خاک را توانند تربیت کنند. میخواستم در این باره نظر شما را بپرسم. زمینه تشکل دیگر انواع هنر محض ادبیات بدیع است، چون اینجا
چون اینجا مصنوعات اساسی یا اینکه ابزار اساسی سخن است. در بلورون صدف چرخ کهن نیست والا گوهر بیز سخن. یا شاید دیگر میگوید بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. یا اینکه ببینید تمامی منظره های نبردی استالینگراد یک صحیفه بسیار فاجعه بار پردهشت‌ترین جنگ دوم جهان است. در یک اثری به شکل اسطوره تألیف شده استاد مومی قناعت گنجایش یافته است. ببینید در شکل زمین اونجا سخن میگوید، دریا میسوزد، مادر شبیه تمامی مادران دنیا علم میکند. یعنی استاد مومی قناعت بزرگواریش همین که در یک داستانی لیرو اپیکی یک همونجا حماسه است هم لیریزم است توانسته است که یک واقعه پردهشتی واقعیت اجتماعی رو انعکاس کرده باشد و شکل اسطوره است. مثلا اینم بزرگی سخنوری استاد قناعت است. یک مثال بسیار جالب است. میتوان درباره استالینگراد مثلا داستان ها، رمان ها، مثلا چیزهای کلان حجم می نوشت، اما در یک داستان بسیار خرد ifade کردن اون معنی های محتشم این کاری ادیبان توانا است. ما بیهوده جمعی نمیگوید که ادیبی عاقل و کامل، کسی بود که سخن به فکر گوید و کم گوید و نکو گوید. علمی کم گفتن و یک سبک ادیبان توانا همین است که من اعتبار سبک همین است که در کلمات کمتر در واژه های کمتر معنی های محتشم ifade شوند. بعضا این یک مثال دیگر بیارم که مثلا رستم بهاب شاعر و عالم دانشمند ما میگه که شرق در خون خویشتن غرق است، زادن آفتاب آسان نیست. از یک طرف این برودوبه قهرمان شاهنامه داخل داشته باشد، لحظه تولد رستم که خیلی پر عذاب و پر رنج گذشت در رودوبه، یک لحظه بیولوژی تولید انسان. اما در پس منظری این دو مصرع تمامی پرابلم ها و معماهای شرق رو، مظلومیت شرق رو، سبب امیدهای به فاجعه گرفتار شدن شرق رو میتوان پیخست کرد، میتوان در مزرعه تفکر مثلا درک کرد. یعنی این یک دو مصرع قابلیت ifade کردن مضمون یک داستان رو پیدا کرده است. یا یک شعر دیگری که مثلا از یک شاعر بسیار صاحب ذوق ما است، علی محمد مرادی میگوید که من اجازه شما اون بخونم. میگوید که مثلا انا غمت رو در زمین سینه پروردم، دلم باغ شکوفا شد. استاد مرادی خیلی کوتاه بیانم واقعا هستن. این شعرهای مینیاتوری میگن، شعرهای مینیاتوری که اینها همون تأثیری لیریکای سوگستیوی میگن، یعنی تأثیرات ایمپرسیونیسم. این یک لحظه های یک سایه روشن های اونجا ifade میشد. یعنی هدف این گونه لیریک، این گونه شعر، این گونه نوعی هنر با اسیر گرفتن همون خواننده هاش است. یک نوع در وجود او با وجود آوردن احساساتی بسیار سرشار از ذوق و شوق است. مثلا این یک نماینده‌اش شاعر بسیار مشهوری روس افناسی فیت است. فهمیدم یا که یقین کردم که تو آمده ای. حال معشوقش محبوبش حال نمایان نیست، از همون بوی بهار علاقه شاید احساس میکنه که احساس کرده است که این همون پای قدمی همون جانانه اش است. این خیلی ifade ها خیلی زیادن در شعرون ما. همین در همین شعر علی محمد مرادی یکی از شاعران برکمال ما، یعنی تصورات ابسترکتی، تصورات برعکسی همون در واقعیت جای داشته. از بس که غم سینه سوز است، غم آدم رو میکشد، غم آدم رو از پا میافتاند، اما میگه غمی تو در سینه‌ام پروریدم و دلم باغ شکوفا شد. یعنی از غم تو در وجود خود باغ ساختم. این یک نوع مخالفی تصورات معمولی و عنعنوی درباره
وای هست. اون چون که شاعر میگوید مثلا مقابل اون شعر است که ترسم که من بمیرم و غم بی پدر شود، این طفل نوز پروری من در بدر شود. اینجا تصور ضد اون است، مثلا مقابل اون است. از همین نقطه نظر تمام آثار بدیعی هنری البته از جانب کارگردان ها ادامه سوال شما که با فیلم های بسیار که از روی اثرهای جهانی خوش سلیقه هنری تبدیل یافتند. یک چند مثال اجازه شما باشد بگویم. مثلا از همون یونان قدیم اگر شروع بکنیم، همون از دو شاه اثر حماسی گمر، یکی ایلیادا و یک دیگری ادیسیا، دو فیلمی که صاحب اسکار شد در جهان خیلی معروف است. یکی با نام ترویا و دیگری با نام ادیسیا. در اساس هم اسطوره‌های یونانی که در نمایش هست خیلی جالب آفریده شد. گرچنده همون فیلم ترویا سوژت اون فیلم با واقعیتی که در اثر ادبی هست با سوژت اثر بدیعی چندان درست نمی‌آید، موافقت نمی‌کنند، اما در مجموع یک فیلم ساخته شده است که مثلا از هر باری که ببینید باز می‌خواهید که اون را از نو تماشا بکنید. یا اینکه استاد ساتی مرغزاده درباره همین یک واقعی در حدود سرزمین ما رخ داده، یعنی شورش واسع، دو اثر نوشت. یکی دراما نوشت، اثری صحنوی برای تئاتر شورش واسع، و دیگری یک رمانی محتشم تاریخی نوشت با نام واسع. بینید که از همین دو اثری بدیعی که با سخن سازمان یافته است، یک فیلم بسیار عالی جناب آفریده شد. با یک نمایشنامه در تئاتر. کدام اثرهای را شما می توانید امروز نامبر کنید که خیلی هم به وسیله کتاب و هم به وسیله فیلم ها بیشتر اگر گوییم معروف و مشهور شدن؟ اگر اینا نامبر کنیم وقتی زیاد می رود، ولی خیلی فشرده کل آثاری همین اثرهای کاملی بدیعی هنری، اثرهایی که ایده های برجسته دارند، غایه محتشم دارند، شکوهمند دارند، یک نوع اوریجینالی هستند، یعنی اصالت هنریشان بی بحث است، کل آنها فیلم شدند. مثلا از یک آثار چارلز دیکنز، از رمان‌های چارلز دیکنز مثلا 21 تا فیلم آفریدند. تصور کنید از یک نویسنده. یا که از والتر اسکات که یکی از بزرگترین نویسندگان انگلیا است، زاده شتلندیا، و یکی از بنیادگذاران رمان تاریخی هست، قریب که کل آثارش به فیلم ها تبدیل داده شدند. این گواهی اون است که مثلا این گونه نویسندگان با آثار این گونه نویسندگان توجه کارگردان رو به خود جلب میکنند، چون اینها هم سخن شناسند، چون اینها هم اما طبع و ذوق بلندی یا که احساسات بلندی فهم و درک سخن دارند. برای همین اینها از اونها فیلم های عالی جناب میسازند. مثل داستان های شاهنامه ما، مثل مرگ صدخوری استاد صدرالدین ایینی که واقعا مثل رمان داخونده که در حقیقت فیلم های بسیار عالی به اصطلاح از محیدین خوجایی، از فضلدین محمدی، از ستار ترسون، اینها خیلی زیاده. یعنی ما میتوانیم کارگردان های امروز ما میتوانند از همین اثرها فیلم های خوب تهیه نمایند با وجود بیارند، چون اینها این دو نوع هنر به هم ریشه پیوند است، مثل که تئاتر، آثار صحنوی هم، همین سه نوع هنری بدیعی به هم دیگر ریشه پیوند یعنی است. ادبیات، سینما و تئاتر. تئاتر، سینما سرچشمه میگیرد از ادبیات بدیعی. به اون هیچ کار کردن نمیشه. درست است. تو ادیب اثر ننویسد، اون رو در صحنه گذاشتن و مثلا در فیلم آفرین کردن غیر امکان است. یک سوال دیگر داشتم و شاید آخرین سوالم همین باشد. همین احیاگری، رنسانسی که در غرب شد، چی عامل ها بودن جهان نیاز پیدا کرد به همین احیاگری، به همین بیدارشوی، به همین هویت شناسی، به همین تفکر ها را رشد دادن؟ شما اگر همون رنسانس یا که انتباه ها میگویند، همین یک جنبش ادبی و فرهنگی
غرب رو اگر در نظر داشته باشید از اصل 14 15 اصل 14 تا اصل 17 ساخت اجتماعی که تغییر می‌یافت، تمامی نیروهای ترقی پروری جامعه ها بر ضد تعصب و خرافات برخاستند. یعنی مغزها رو از همون جهالت و از تعصب و خرافات اصلی می‌گیرد، از همون سخلاستیک، از همون تأثیری بسیار متعصبانه دین جدا کردنی شده، رو به انسان، رو به حقوق انسان، منفعت‌های انسان، رو به تقاضاهای انسان نهادن. کمی وسیع‌تر بگیریم، اگر مثلا در همین افغانستان همسرحدی ما الان در اصل 19 پایان اصل 19 همین نشانه‌های همون رنسانس ادامه کردن. در دیگر منطقه هم همچنین. یعنی هدف چی بود؟ هدف تغییر دادن نه فقط وضع اقتصادی و اجتماعی بود، نه فقط با وجود آمدن طبقه‌های نو در جامعه بود، بلکه وضع معنوی جامعه رو تغییر دادن بود. مناسبت با تمام این آثار هنری تغییر یافت، مناسبت با تربیه تغییر یافت، تربیه استتیکی پیدا شد، ایده شخصی اونیورسالی به وجود آمد. اندیشه به وجود آمد که مثلا شخصیت هایی که از 4 گروهی علم ها اگر آگاهی ندارن، مثلا زیایی بودنشون در گمان است. آموزش تی بسیار مهم بود. بعدا علم های تجربوی، اما خیمیا، فیزیک، دیگر علم هایی که با کشف طبیعت سر و کار دارند. و در نوبت اول حقوق. انسان باید تا حق خود رو نشناسد و خودآگاه بوده نمیتواند. یعنی قانونمندی که بر منفعت انسان بود. یک اشاره دیگر با اجازه شما، مکتب ها موافق رغبت و ذوق پیدا شد در تعلیم. ببینید مکتب ها موافق، مکتب های گومانیستی میگفتن، انسان دوستی میگفتن. یعنی مثلا موافق رغبت و ذوقی که همون انسان به این یا اون گروه علم ها دارد، همون علم ها رو مورد آموزش قرار میدهد. همون طوری که در ما سالهای 90 بعد اصول تفریقه پیدا شد. یعنی گروه علم های گومانیتری، گروه علم های دقیق، گروه علم های زیبایی شناسی و غیره و هکذا. یعنی میتوان گفت که فقر فرهنگی مشکل تر از فقر اقتصادی است؟ تا نظر انسان با عالم اشیا، با معنا و محتوای هستی تغییر نیابد، او هیچ نمیتواند که برخوردهای یا اینکه از خود ابتکارات نشان بدهد. تا مغز اصلاح نشود، انسان نمیتواند که رو به تکامل بیارد، رو به فعالیت بیارد، رو به تغییر دادن هستی بیارد. اینا ببینید همون نمونه بسیار و شما اینا درباره سینما گفتیم، همون چیز یک فیلم بسیار جالب است درباره رابینزون کروزو. دانیل دفو یکی از ادیبان معروفی اصل 18 انگلیه، همین انسانی رو در بیابانی تنها گذاشت، اگر هم تو بسیار مختصر بگوییم، و او 28 سال و 2 ماه و 19 روز در اونجا زیست، آدمیت گم نکرد و باز به حیات برگشت. یعنی هدف چیست؟ فعالیت ارادوی شخصیت. مسئله اراده تو در انسان الان قابلیتی تقویت دادن اراده خودش نباشد، یعنی مبارزه نامحدود انسان، قابلیت نامحدود انسان برای بنیادکاری، زحمت و کار. حالا که این اثر پروتوتیپ دارد، یک ملاح شاتلندی است، الکساندر سلکیک، دوام 4 سال در 600 کیلومتری چیلی این طرف در اقیانوس، خوان فرناندز، همون جزیره های بیاداب، همونجا او رو با کاپیتان که گپشون میگریزه اونجا میپرتویند، همون سلکیک، و دوام 4 سال وقتی که او رو میبرد مثل حیوان شده بود، از زبان مونده بود. یعنی الکه به حیوان تبدیل یافته بود، چون که او اراده مبارزه برای بودن، برای زندگی کردن رو از دست داده بود. انا دفاع برعکس همون اثر آفرید که انسان رو در روحیه مبارزه بردن برای بودن. جهانی سپاس از شما به خاطر این اندیشه های بسیار خوب، یعنی اندیشه های انسانساز، و فکر میکنم بیننده ما هم یک خلاصه منطقی خواهد
برداشت و در روزگار خود از این ادبیات بسیار پرآوازه که کل بشریت را تربیت میکند، منظورم ادبیات جهان، نه ادبیات شرق نه ادبیات غرب، در مجموع خیلی صحبتی صمیمی بود و از بیننده های عزیزم جهانی سپاس که ما را همراهی کردند. خیلی خوش آمدید به برنامه خود. تشکر برای توجه شما نیست.